بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انعام چهارپایان را برای شما آفرید که در آنها گرمای حیات بخشی برای شماست. همچنین دارای منافع دیگرند و تعدادی از آنها نیز برایتان قابل خوردن است. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. و این انعام مایه شکوه و زینت شمایند، آنگاه که به استراحتگاهشان برمیگردانید و آنگاه که به بیرون میفرستید. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. آنها بارهای سنگین شما را به دیاری دیگر میبرند، در حالی که اگر نبودند شما جز با مشقت فراوان نمیتوانستید این کار را بکنید. بدانید که پروردگارتان مهربان و باگذشت است. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا سوار آنها شوید و مایه زینتتان باشند و نیز چیزهایی می آفریند که شما از آن بیخبرید.